اخیراً یه پستی توی فضای مجازی هم دیدم که مثلا برای ترغیب مهندسین یا نمیدونم به هر دلیلی میگفتن که یه مهندس عمران باید حداقل ماهی 40 میلیون تومان درآمد داشته باشه و این من خودم احساس میکنم که توهین به مهندسی عمران. یعنی یک کسی که با اسنپ هم کار میکنه فکر میکنم که مبلغ بیشتری درآمد داشته باشه. یه مهندس عمران چندین برابر این باید به عنوان حداقل دستمزدش باشه دیگه. و این البته فرق هم میکنه بین مهندسینی که سطح ادوانسن و با تجربه سالها توی بازار کار شناخته شدن، پروژه‌های بیشتری بهشون ارجاع میشه، با مهندسینی که تازه وارد فضای کار مهندسی شدن، وارد بازار کار شدن. یه تفاوتایی هست طبیعتاً، ولی اینجوری هم نیست که بگیم مثلا یه مهندس کم تجربه که میخواد وارد بازار کار بشه بیاد برای اینکه جا بیفته پروژه ها رو با متری برفرض 5000 تومان یا حتی کمترش هم دیدم بیاد طراحی بکنه، تعداد کارها زیاد بشه که درآمدش بیشتر بشه. به هیچ وجه اینجوری نیست. این باور غلط. من خودم به تجربه متوجه شدم که شما وقتی که دیسیپلین و یه سری خط قرمز برای خودتون داشته باشید، برای کارتون ارزش قائل باشید و با هر قیمتی هم کار نکنید، به چارچوباتون هم پایبند بمونید، درآمدتون هم بیشتر میشه. و اصلا این حس رو به کارفرما انتقال میدید. شما این کاره هستید یا نه؟ مهندسی که متری 5000 تومان میگیره شما نمیتونید توقع داشته باشید که بیاد خیلی حرفه‌ای